315 مسیر 315 شروع تا شهرک منشی میرغلام است. طولش از است 2 کیلومتر و 636 متر. ما که خونه دیگه ما فضای از این سرک فهمیدیم بیشتر خونه دیگه مشکلات ها دیگه چطور کنید دیگه وقتی میگه که قانون آمد با تطبیق کنید دیگه وقتی قانون تطبیق نکنیم به نام آن که رحمان رحیم است. سلام و درود خدمت شما بیننده های خوب چنل یوتیوب. ما امیدوار هستم که در این جهان پهناور در هر جای هست اینجور صحتمند باشه. دوستان عزیز آمدیم در منطقه 315 کابل که تخریب جریان را از یک سرک عبور میشه و ما افتخار میکنیم که ساخت و ساز بسیار در کشور ما جریان را بخصوص در کابل و ما هم امروز آمدیم ببینیم که سرک عرض و طولش چقدر است و چقدر خانه تخریب شد. انشالله سوال ها را در جریان برنامه می داشته باشیم. تا آخر با ما باشید و از این برنامه ما لذت ببرید. خب هموطنان عزیز دوباره خوش آمدید. در کنار ما انجینر صاحب است که سوال ها را می داشته باشید. انجینر چطور است؟ خوب است؟ سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر سلامت باشید. میشه که با شما معرفی شوید؟ مشکل نیست. اسم است انجینر صاحب محمد جواد حدید، سرویر در پروژه هزار بغل هستم. بسیار خوب. چطور پیش میره انجینر صاحب؟ یعنی کار چطور پیش میره؟ کار خود ما تازه شروع کردیم، مدت یک 15 روز میشه که کارا شروع کردیم. کارا خوب هستن، پیش میره، مردم هم همکاری میکنه، کار به موجه از خوب روان است. انشالله که خوبتر پیش بره. گفتین مردم هم همکاری میکنه؟ مردم هم همکاری میکنه در حساب تخلیه خانه خود، تخریبات خانه خود، جنسای فضول میکشه. کلا مردم ها زیاد همکار هستن. بسیار خوب. انجینر صاحب چقدر خانه تخریب میشه یا ویران میشه؟ خانه حدودا 200 خانه هست. 200 خانه تخریب میشه به این مسیر. کلا خانه به انواع خانه مختلف هستن، خام است، پخته هستن، هر نوع خانه است. ما دیدیم نامخدا بسیار بلند منزله بزرگم به این سرک تخریب میشه. خانه 3 منزله 4 منزله هستن که مسیر تخریب قرار گرفته. سرک باز از کجا تا به کجا میره؟ سرک از قسمت سرکی 315 مسیر 315 شروع تا شهرک منشی میرغلام است. که طولش از است 2 کیلومتر و 636 متر. عرضش چقدر؟ عرض بس 2 سکشن کار میشه، یک سکشنش 37 متر و یک سکشنش دیگه 30 متر. 30 متر. به خاطر چی سرک در این قسمت جور میکنن؟ من دیوار زیاد یک مسیر بسیار عمده و بسیار مفید است برای منطقه. دیگه نیاز نیست سرک این مسیر که است مسیر شمال به مسیر شرق وصل میکنه. از سرک 315 که میاید سرکوتل میره، این مسیر کلا جدا میشه و دیگه کس ضرورت نیست که بره سرای شمالی و طرف شمال. خب یعنی راه بسیار کوتاه میکنه. کوتاه میکنه. باز در بدل خانه‌های مردم دولت کدام همکاری کرده نکرده؟ همکاری کرده، خانه استملاک شده مکمل به جای حساب میشه. ان شاء الله همکار هستند. خب چه رقم میره حساب میکنه؟ زمین حساب میکنه؟ حساب زمین میکنه، خانه رو حساب میکنه، کلا نمیشه حساب میکنه. خب باز در بدل چه پیسه میدن که برن دیگه خانه بسازن؟ ان شاء الله. باز مردم چی میگن در باره سرک جور میشه؟ مردم با ما خوشحال هستن، میگه نه مسیر خوب میشه، دیگه سرک میاد، زمین‌ها اطرافشون قیمت بالا میشه. خوشحال هستن مردم، خوش هستن. بسیار خوب، تشکر. به عنوان انجینر اگه کدام حرف پیام داشته باشین؟ پیام ما است به مردم که همکاری بکنه، همراه ما همکاری بکنه تا سرک به شکل اساسی و شکل بین المللی تطبیق بکنه. فقط سوال آخر که چه وقت ان شاء الله کارش بخیر تمام میشه؟ مدت قرارداد ازی است 24 ماه، تقریبا 2 سال. 2 سال ان شاء الله سرک تکمیل میشه و بهره برداری سپرده میشه.
انشالله که یک روز بخیر تمام شد بریم یک برنامه بیریم انشالله تمام شده بخیر بخیر بس سلامت بخیر سلامت شد. دوست عزیز برنامه ما ادامه دارد با ما باشید. خب هموطنان عزیز در کنار ما یک تنه جوانار داریم که باشنده انی محل است. چطور هستی؟ خوب هستین؟ شکر است الحمدلله. نامتان؟ سلامت باشه. عبدالمبین هستم از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا، باشنده همین منطقه که به خاطر همین ساز سرک خب فلگی برآمده که ببینن چه رقم است آب هوا چیز است، چه رقم میشه. خوب بابام هستن. آب هوا هم خوب است. لذت میبریم. بسیار عالی است. چیز داری خودت که میبینی که تخریب جیران داره بخیر در منطقتان سرک دیر میشه؟ چیز داری خودت؟ حس بسیار خوب است. کسایی که تا سرای شمالی میرفت از راه بسیار دور میشد دور هم میشد دیگه، گیربار هم بسیار بود. حالا خوب است یک قدم را زمین مردم منطقه فهمید یک موتر را در بس میگیرن رسول کوتال خودمون میبرن. بسیار بسیار نزدیک نزدیک شده، خوب شده دیگه. بخیر که زودتر جور شود انشالله بخیر دیگه. خوش هستیم دیگه. از همچنان ما هم خیلی خرسند هستیم که بخیر آساسا وطن ما آباد میشه. انشالله. خب خانه شما دی سرک رفته یا نه؟ خانه ما خو فعلا لب سرک آمده دیگه. تخریب شده نشده؟ نه نشده. والله به سرک هست. خب اگه تخریب میشد خودت چی واکنش نشان میدید؟ واکنش شما دیگه ما گفتم اگه تخریب هم میشد یک خانه دیگه ما فدای از این سرک فهمیدی. بیشک یک خانه دیگه میدم. کدام چهار هم نیست دیگه. چهار چی کنی؟ فعلا جگرخونی داره مگم آینده وطن 100% جور میشه. آیندهش خوب است. فعلاش مردم شاید جگرخون باشن مگم آیندهش خوب است. وطن جور میشه رو به آبادی می خیلی دیگه امکانات پیدا میشه. تو 100% چیزی را که آبادی شوه سرک نزدیک میشه کل چیز مهیا میشه با مردم نزدیکتر میشه دیگه. خوش هستیم. زحمت امروز رفاه فردا میشه. بخیر باشین. خوش دیگه یک کدام گفتنی داشته باشین. با گفتنی با ملت دیگه همین آبادی کوشش کنن. شما مردم هم خودم هم هموطنا کلا کوشش کنن وطن هم بسازن، نه که فهمیده تخریب کنن جنگلیش هم در سرک. کلا سرک چوب حتی میگیرند سرک پخته که دمیده پیش رویشان کوچه پخته شده چوب میگیرند که تاور در روی سرک میدن میکنن. او سرک با چیز آمد جور شده. مردم باید نباید کار کنن. بیا خداوند انصاف بتشون که دیگه ان شاء الله احسن کار کنه. بخیر باشید. خوش ببینید. دوستان اومده که تان همکاری دارن. بله دیگه فهمیدم اینجا بچه‌ها هستن دیوالا هم سایه است فهمیدی پیش از دیگه من کمک میکنم. حال جای زمین داره خانه. بله این خانه داره بخواد این خانه داریم اینجا جور بکنیم. خب این طرف در سرک نه. نه این طرف سرک نرفته. خب خوب است. بازت کسایی هم هست که زمین نداشته باشن خانه کرایی رفته. والا داره بعضی از دیگه افغانستان شرایطش دیگه میبینی که چه رقم از دیگه بعد این شاید بعضی از خانه نداره فهمیدی قبرارونه دیگه هر رقم از مشکلات هست دیگه. چطور کنید دیگه وقتی میگه که قانون آمد باید تطبیق کنید دیگه. وقتی قانون تطبیق نکنی مجبور هستید. خب بسیار خوب دوستان در پیشنه نامتان؟ نام عبدالحق. خب عبدالحق مشهور با جهاد احمدی. خیرخانه هم میگن احمدی هم میگن دیگه کدامش خوش است. خب گفتن در پیشنه گفتن که با وجود در کار هستن و کارشان جیران گفتن که یک شعر هم میگه. بله میگم شعر هم شعر کنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آنقدر دوست دارم تو آسمان ها میروم در آسمان میروم هیچ چیز را نمیبینم جز پروردگار حسبی الله. میشه
حال قارت نبیا بگید نه، نه مشکل کار نداره. جنجال سر باشه مشکل نیست، نه بیادر فهمیدی. تو مال قمن شیر بودین دیگه بعضی فهمیدی یگام تو میگفتی دیگه من تو تبخوش هستی بیادر دی دنیا تبخوش باشه اگه جیرخون باشی هم تیر میشه خوشم باشی مجبور هستی که خوش بگیری خودت ده اگه خفه باشی دیگه با دنیا به دردت نمیخوره باید خوش خوشم باشی باش تیر بشه دیگه میگم جامت که جور بود برات ایده است اگر نه که جام جور نبود اینم بچه کای مسئله بخیر باشی حالا ما چی کنیم کمک شیم که سلامت باشید خداوندتون بخیر باشید چای نان ما در خدمت بخیر باشی سلامت باشی خوش باشید کاروبارتان برکت زنده باشی بخیر باشی کار خدمتی است والا دوستای بیننده شماره ما رو بگی بالا برای ما شما از منطقه 315 کابل که همچون تخریب جریان داره و بخیر سرک از اینجا رد میشه آساسا رایزین در اخیر برنامه انشالله که به شما مفید تمام شده باشه تا یک برنامه دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم خداوند یار و نگهدار همتون